سلام بچه‌ها. در ادامه آموزش قبلی که سایز کردن کمر شلوار بودش، به خواست دوستانی که تماس گرفتن و طرز صحیح تنگ کردن و کوتاه کردن شلوار رو خواسته بودن، این آموزش رو امروز خدمتتون ارائه میدم. تو اندازه شلوار ما برای این کارمون 3 اندازه مهم داریم. یکی دور رانه، دور زانو و اندازه دمپا که میخوایم تنگ بشه. برای این اندازه شما حتما اون فردی که این شلوار رو میخواید اندازش کنید باید اندازه دقیقش رو بگیرید. این حالا یه شلواری که از بیرون خریداری شده و مطمئنا شما میخواید شلواری که خریدید و اندازتون کنید، پس این دقیق با سایز و آناتومی شما دوخته نشده. به همین خاطر شما میاد اندازه دقیق رو میگیرید، بلندیشو از کمر تا زانو رو حتما اندازه میگیرید، روی این شلوار علامت بزنید ببینید دقیقا کجا میفته. یه خط میکشید میشه اونجا خط زانو، قدش هم باز اندازه میگیرید، روی شلوار علامت میزنید بلندی که میخواید الان سایزتون بشه. برای اینکه این قد رو درست در بیارید حتما بگید که اون فردی که این شلوار رو میخواید اندازش کنید بپوشه اونو. بعد اندازه های دمپاشو، قسمتی که حالا قبلا دوخته بوده باز میکنید و روی پاش قشنگ هر جایی که فکر میکنید اندازشه و اون بلندی رو میخواد طبق اون قسمت های مختلف رو تا کنید و سنجاق بزنید. یه موقع میبینید برجستگی هایی داره، حالا شکمه برجسته داره، پهلوی برجسته داره، باستن برجسته داره، یه مقدارش یه جا بیشتره یه جا کمتره. اونو دقیقا موقعی که پوشیده میتونید به اندازه تا کنید و یه خط فرضی روی پا در نظر بگیرید، همه رو طبق اون تا کنید و اصلا مهم نیستش که از این قسمت اضافه حالا چند سانت تا میشه. شما اول اون مقداری که اندازش هست و اون خط فرضی که در نظر گرفتید برای بلندی رو نگاه میکنید، تا میکنید، همه رو سنجاق میزنید. یه موقع میبینید این قسمت پهلو بلندتره، قسمت جلو خیلی تا نشده. این درز هم حتما باز کنید، درز پهلو رو با درز وسط رو باز کنید تا این کامل اون آزادی رو داشته باشه که اون مقداری که میخواید رو برگردونید. ببینید الان فرض میکنیم که به این صورت شده، ببینید خطاش یه اندازه تا نشده، مقدارش یه اندازه نیست، اما این شلوار قسمت پایینش بر اون فرد دقیقا جایی که خواسته و تو اون خط فرضی میسته. این مقدار اضافه رو حالا اون مقداری که مد نظرتونه 4 یا 5 سانت از پایین بدن علامت میزنید، اضافهش رو در میارید که این لبه ها هم صاف و یه دست بشه. برای تنگ کردن شلوار این قسمت فاق اگه اندازه بود که کاری باش نداریم، میایم قسمت ران، زانو و دمپا هر کدوم که خواستیم تنگتر بشه اون مقدارش رو اندازه میزنیم و حالا خط جدید میکشیم. حالا تو قسمت فاق اگه براتون گشاد بود 1 تا 2 سانت میتونید برید داخل و فاق جدید براش رسم. بیشتر از این دیگه این هلال جلو و پشت شلوار به هم میریزه. برای این قسمت ها ببینید کامل باید درز وسط پا رو نگه دارید و این قسمت کناری شلوار رو تا آخر همه رو همینجور میکشید و یه تای جدید میدید به شلوارتون. قسمت که کشیده میشه این میشه خط پهلو. باز این کشیده میشه، البته حتما این قسمت ها رو اتو کنید که این کاملا بخوابه و مزاحمتون نباشه موقعی که میخواید خط جدید رو رسم کنید.
الان این اندازه که اینجا ما داریم 33 سانت، یعنی دور ران اینجا چقدره؟ 66 سانت. خب ما اگه اندازه خودمون که میخوایم، اندازه جدیدی که میخوایم بهش بدیم، فرض میکنیم 62 سانته، یعنی اینجا ما 4 سانت اضافه داریم، 62 سانتی متر. خب این 62 سانتی متر رو اینجا بذاریم، میاد تا کجا؟ میاد تا اینجا و این میشه خط جدیدمون. همه اندازه ها رو همینجور میگیرید. تو قسمت زانو هم همینجور. تو قسمت زانو هم اینجا الان اندازه زانو 29 سانته. 29 سانت یعنی دور زانوش چقدره؟ 58 سانت. احتمال مثلا میدیم که حالا دور زانویی که میخوایم خودمون بگیریم 54 سانته یا 53 سانته. اون مقدار رو علامت میزنیم روی متر، حساب میکنیم، میایم عقب. اینجوری خب خیلی براتون راحت تره که اشتباه هم نکنیم. و اینو میذاریم از کنار دلا و هر جا که این سر متر افتاد علامت میزنید. تمام نقاط رو همینجور علامت میزنید، بعد اینا رو به هم وصل میکنید. این میشه خط جدیدتون. دمپای شلوار هم همینجور. اینجا همون اندازه‌ای که میخواید اینجا الان 24 سانته، بالفرض شما مثلا میخواید 22 سانت باشه، 20 سانت باشه، اندازه میزنید. اینو اول گفتم دلا میکنید چون کل شلوارتون به صورت دلاه. اون مقداری که خودتون میخواید کم بشه و تو اون خط فرضی اندازه گرفته بودید و کم میکنید، اینو تا میکنید تو نقطه جدید میذارید و اون اندازه‌ای که میخواید رو علامت میزنید و تمام این نقاط رو به هم وصل میکنید. با جای دوخت، بعد از اینکه این علامت رو زدید حتما براش جای دوخت 1 تا 1.5 سانت براش جای دوخت میذارید و اضافهش رو قیچی میکنید. قسمت دمپا وقتی که شما اینو تنگ میکنید شاید یه خط اوریب بشه و این قسمت پایینی با این قسمت بالا یه اختلاف اندازه داشته باشه. برای همین وقتی شما این لبه رو برمیگردونید میبینید که این لبه که برمیگرده تنگتر از اینه و این یه حالت چروک پیدا میکنه. واسه همین شما مجبور میشید این درزا رو یه مقدار، درز پهلو و وسط شلوار قسمت داخلیش که دمپا هستش، یه مقدارش رو باز کنید. هیچ مشکلی نیست. اینو میتونید تا اونجایی که جا داره باز کنید تا این دو تیکه کاملا یه اندازه بشه. این قسمت ها رو حالا پس دوز میکنید. برای دوخت پس دوز ببینید این لبه پایینی دمپای شلوارتون که برگشته با قسمت اصلی شلوار، اینو میگیرید تا میکنید. این باید یه چند میل پایین تر باشه. ببینید این خود شلوار رو که داریم تا میکنیم از این سجافش که برگشته این تاش باید یه خورده پایین تر باشه، نخ از بالا میاد. اینجا ما چند تا تار پارچه رو میگیریم. هر بارم که یه دوخت اینجا انجام میدیم از حلقه نخ رد میکنیم. قسمت این برگر که لبش هم تا کردیم یه مقدار از تای پارچه رو میگیریم. ببینید از خود پارچه رو میگیریم، این رو به رو از تار پارچه میگیریم، اما قسمت بالا خود پارچه رو انگار یه کوک زدیم. نخ از داخل این رد میکنیم، باز رو به رو چند تا از تار پارچه رو میگیریم و بالا خود پارچه رو از اینکه میخواید کوک بزنید نخواستی این رد میکنید. این کار ادامه میدید تا انتها. ببینید وقتی این برگرده دوختتون هم اصلا مشخص نیست. قسمت پشتم هیچ دوختی نمایان نیست. وقتی اینو اتو کنید این یه دست میشه و اصلا هیچ دوختی مشخص نیست. فقط این لبه که برگرده این وسط یه دوخت داریم ما.